همینش میگویم که مادرم سینه رحم بودم. به حد نسبت درد دیگران یا مصیبت دیگران حساس. حرمتی پدرم از همه ما بالا میدونستم. زندگی شخصی خودشانه به خاطر پدرم بخشید. من نشنیده بودم که ویا یگان بار قواق گیرم، یگان بار ناراضگی نسبت پدرم به یگان تیما گویند، چی در پشت چی در روبرو. حتی به پدرم من حس میکردم که دزدیده نگاه میکردم. شما گپ زده با ماها، اکاتون، اپتون، امکتون، دودوتون، شما گفته گپ زدن به فرزند یا به نبیره همون تاثیر بود که ما تا حاضر بین 5 برادر 2 خواهر ما تو نگفتیم همدیگه را ما را دیگر نمیتونیم گفت. من اون وقت سری تاجور داشتم که سر در کناری پدر داشتم. مادرم طبیبی هیچ نباشد خانوادی ما بودن. طبابت کردن ماها در حالتی که ما در حقیقت بیمار میشدیم و بعضا ارکگی بچگی کرده سرم در میکنند میگفته من باور میکردن، همون فرق نمیکردن که ما دروغ میگیم یا شاید میدونستم. استفاده بردن مادر همچی طبیب گوییم قریب که عادت کرده بود. خفه نمیشدند. غیبت برای ویا دور بود. حرکت میکردن که به کار اندرمون باشن به روزگار. در یادم موند است که در کجایی که یک میده زمین بود جگاری میکاشتم. این تیز میبرد، سوتی کند میخوریمش، سوتی نکند میدرویمش. موضوعی پیدا کردن خوراکم در نظرشان جای اولند میستاد و از همه اساسش خودشون کدوانه بودن که من اگر تمام طرفخانه های دوشنبه را یا بیرون از این چندین شهرهای دیگر دولت ها را دیده باشم، خوراک های تعریفی را از آشخانه ها خورده باشم، من خوراک دست مادرم به یگان تش برابر نمیتونم کردم. زمان راهبرای ناحیه مسچاق از کاتب یکمش تا رئیسی کمیته اجرایش در باغی که پدرم در آن قلاور بودند مادرم فراش آمده در روی کت ما خوراک میخوردند و یا راهبرای ناحیه بودند. جای خوراکخوری بسیار داشتن، امکاناتی وسیع هم داشتن. همه یک دکچه میده و از همون دکچه میده همه به میرسید. این برکه دست مادر است. محیطی که در گرد مهمان میساختن محیطی در حقیقت قبول کننده بود. آرامی را نگه داشتن، آب زدن، رفتن، حرکت کردن که پره همون آدم دم گیرد و از همین کاری کردگی حلاوت میبردن. نه وابسته به آن که اکاهم زن داشتند خانه هاشون جدا بود یا که اپم شوهر داشت خونش جدا بود. از خوراک پختگیش کم تر کم باشه در یک کاسچه داده ماها رو میفرستوندن یا نبیره ها را. ما بعضا میگفتیم بخوی هم دارد دیک و خودش هم دارد. ما میرویم دایم خورساد است اون طرف نمی آمد نه که این طرف میرفت. این همون وسیله کنده نشونده کنده مهر است و امروز من مادرها رو میبینم در جامعه زندگی میکنیم کم یافت میشود آدمی که یک کاسچه افقاتش فرستد برای آدمی که تنها های به یادشون میامد نه وابسته به آن که روس بود یا تاتار بود تنها باشد اگر یک کاسچه میفرستاندم. این فقط برای مادر خاص های، برای مادری فرشته خو خاص است. این عادت که حق نمک کند یا که از یاد نبرارد. من یا که نبیره هاشون گپ مادرم نمیگرفتند و یا میگفتن که همین شب دادات بیاد. من تر مقصد تا در دادات تعدیل ناندازم نمیمونم. گفته که حال همین شب همین مقصد دادات بیاند و بیمتر چیکار میکنم. گفته گپ شب همون دادا که پسر این کس میشود در کار می اومدن اکام معلمن این کس نمیگفتن وعده میدادن با اون وعده را اجرا نمیکردن که مقصد لازم نیست گفته نه که حتما 3 روز روزه میگرفتن برای انمان وعده خلافی خودشون و به حد ایمانی به قوت داشتند. ایمان کامل مادر.
خدای خداوند میگفتند جمله بنده مؤمنت در پناه نگهدار شو به قطار فرزندای نیکت. همین بچهای منم صدقه سر کنو پرت. سن من 50 گذشته است. دعای منم همینه. نه پدرم نه مادرم سواد نداشتن. پدرم کم ترک لاتینی خوندگی بودن و نامشون می نویستن همون با حرفای لاتینی که اون وقت 3 ماه کورس گشتگی بودن. مادرم نداشتن ولی یک بار مکتوب گرفتم به دست نویره هاشون نویستگی و در همون مکتوب از نام مادرم یک شعری ممکن که خودی همین مادرم باشد یا که از خلق نمیدانم همون شعر بود که ای زاغ سیاه تو میروی گوشت کر پیغام منه به بچه دورم بر. اول میری خارب زاری ما بگو، دویم میری داغ جدایی ما بگو، سیم بینیش تو گو که من بیمارم جان در کف دست محتل دیدارم. از شاعرای معاصر ما من فکر میکنم که درد مادر لایق شیرالی درست میتواند گفتن. کشادن ایجادات استاد لایق سراپا دست دعا، دعای خیر، مادر نامه و دیگر لحظه های حیاتی مادر درک میکند. حس میکنی که از نام تو یا از نام هر یک تیما نسبت مادر گفتگی هسته. یک دعای خیر لایق میکرد دیگر بینید. مادری پیرم خدا عمرت دهد تا که باشی بر سری من سایبان، این مبادا که ببندی رخت عمر بعد تو دیگر نباشم من جوان. این یک ودا نیست، این یک سپاسنامه هست، این یک دعا هست، دعای خیر نسبت مادر. یا استاد گلنظر میگویند آیا ستاره نیست چشمان مادرم که از آن مکانی دور با مهربانیم هر شب نظر کند. در حق مادر گفتنی بسیار داریم، گفتن نمیتوانیم، برای که نمیتوانیم اون چیزی که در حقیقت هست حتی به احساسات هم داده شده باشیم به دیگران رسانیم. مادرها را نوابسته به اون که مادری کی است، اول مادری خود، بعد مادری دیگرها را و در سیمای مادران تمام زنها را، خواهرها را. میگویند که ایمانی مسلمان کامل نمی شود اگر پدر و مادر و فرزند حرمت نکند. یک مسلمان سوال میکند، از این میپرسد از آن میپرسد و یک سوال میتید، میگوید که قیامت قائل شده نشه چه خیلی میفهمیم. میگویند در این موضوع من از تو بسیارتر نمیدانم ولی 2 علامتش میگویم. یکم اینکه اگر مادر برای فرزند کنیز شود، یعنی مادر به درجه کارفرمایان یا که به حرمتی کنند که خیز رو اینکن و یکن گفته همچون کنیز کار فرمایند. مادر میکند در خدمت نه، کنیز غلام به معنای تامش. بینید که دنیا رو به آخر رسیده نشه باز هم به مادر جنبست میکنم. پیدایشش که اگر به مادر وابسته باشد پس دنیا به آخر رسیده نش که باز هم به بی‌حرمتی مادر باشد. انکن گوید که مادر فرشته نیست. سید علی مأمور میگویند که برادرها و خواهرام از مادر ماندن پس پدرشان از نو زن میگیرند. این کس رسم مادر در خانه خداهاشان کشال میکنند. یک روز همون مایندر همین رسم گرفته میدراند و سید علی مأمور همین به نظم در آورده. میگویند که اویزان دیده رسمی را به دیوار بگفتا مادری نو به مراسا، در این دیوار ویران
صورتی کیست؟ کشیدم آه و گفتم مادری ما. گرفته صورتی یادآوری را بدراند و بگفتا مادرت من. جدا گشتیم چون از رسم مادر، فغان و ناله از دلها بدر شد. به مرگ او اگر نگرسته بودیم، سری رسمی دریده شب سحر شد. پدرم شعرهای را میدونستن از یاد که من نمیدونم. این انما زمینه‌ای در بنیادی خونی پدر بودگی هسته. من پدرم میدونم که در روی آدم میگفتن، بسیاری ها دوستشان نمیداشتن به خاطر راستگو بودن، روکگو بودن. روکگو آدمی که گناه شما در رود میگوید و برای خواندن دست خیر داشتن. پدرم برای خواندن ماها عذاب به خود کشیدند تا به درجه بیمار شوی، لکن فرزندار خواندن. معرفتی دست خواندگی بالا و عالم شب گفتن، و یا به معنای عالم نه، کسب آموز در حیات پیشرفت شب گفتن. دعا داده اگر در پس همین دعا دستگیری رم نباشد چه خیلی میشه. روشن فکر بودن، آدمی خرافات پرسته که نه اگر که این نمی بود امروز اکای من معلم و یک اکای دیگرم مثال زاد تکنیک بودن، دیگرشون عموما روشن فکر بودن که میدونستن که خواندگی دستش بالا هست و برای این امکاناتی داشتگی خودشان استفاده میبردن. خیر نه همه امکانات وسیع بود، لیکن پیش راه خواندن نمی گرفتن، از معنویات دور نمی گشتن، به حد شعرفهم بودن. پدرم به درجه شعرفهم بودن که با یوسف وفا، با شاعر خلقی همسفر بودن بارها، و اگر که این کس گفتگی های یوسف وفا را از یاد نمی کردن، خود یوسف وفا سواد نداشت که نویسن. شنونده اگر نشنود روی کاغذ نبیارد، امروز ایجادات یوسف وفا با شما من زنده هم گفته هوایم امکانیت نوشتن نداشت. این انمان زمان آدماش هستن که امکانیت نبود و 3 ماه وقتی که امکانیت لاتینی خوندن میشه، بعد این که دست 3 ماه نامشون می نویسن. من دستخط پدرم دارم که خودشون به دستشون نوشتگی هستن، در 70 سالگیشون که باشه به دست خودشون برای من همین یادآوری گرفتگی هستم. هدایت کردن برای خواندن و دعای خیر کردن اگر از صدق دل پدر و مادر نتید، یگان فرزند به یگان چی نمیرسد. مادرم از قفای من اگر تا دروازه رو میبرامدن یا کمتر تا سری راره، پدرم آوازشون میبرامد که گرد میگفتن، گرد یک پیاله آب بیار بری. من به هم بهانه مادرم دور میکردن تا که به 2 کس وزنی نفت اره میگرداندند، سپارش که میدادن و قانون بود مادرم دیگر اقفای کار میشتن. این پیش راه نگرفتن است. ما از امکانیت‌های نبوده استفاده برده می‌خواندیم، اگر امروز از امکانیت‌های موجود بوده مردم استفاده نبرد، وای بر احوال خودی همون مردم. خواندگی دستش بالا و مثال می آوردن که یک داملای با آبرو یک قشلاق با آبرو میکند، یک طبیب با آبرو یک مفزر با آبرو میکند. این کس از یک داملا یک طبیب بالا میدونستم. میانی سبزه و گل غرق دیدم خاک گورستان، خدای من برای مردگان هم نوبهار هست. میگوید گلنظر ما در زندگی باید اینا رو حرمت کنیم، بعد مردن نه. گلی روی مزار مادری من، خزان افتاد با من هم نوا شد. نمی چشمم دمی نیسان ندارد، خدایا ابر بارانی کجا شد. جاشان جنت بود مادر ما. در حقیقت افتخار داریم که مادری داشتیم ارزنده.